ایشون آقای بوبا فیلسوف شهر هپنهایم. قرار ببینیم چه جوری ایشون فیلسوف شده. اینقدر شرابای ناب و خوشمزه اینجا رو خورده. اومدیم شهر شراب توی آلمان. با ما همراه باش. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. ما برگشتیم با یه ولاگ دیگه تو شهر هپنهایم. امروز اومدیم شهر شراب. الان داشتم به ساناز میگفتم خیلی هوای این شهر شبیه شیرازه. اصلا خیلی عالیه. تو سایه که میری یه نسیم خنکت میشه، بعد آفتابش ولی گرم. آفتابش گرم. الان ما تو ماشین نشستیم، خاموش کردم، میخوایم پیاده شیم. واقعا داره گرم میشه. پیاده میشیم و میریم یه جای خیلی خفنی که قراره با هم دیگه عشق کنیم. گفتم دیگه شیراز، شهر شیراز رو تو آلمان پیدا کردیم. گرمای شیراز. نماز شیراز چی بود؟ چیه شیراز خیلی معروف بود؟ شراب شیراز. اومدیم یه مرکز شرابگیری خیلی خفن. بریم ببینیم داستان چیه و چه جوری است. بزن بریم. خیلی خوشمزه بود شرابش. اصلا عالی بود، حرف نداشتش. البته به پای شراب شیراز نمیرسید، ولی واقعا خوشمزه بود. ولی اینجا شراب میشه، نه عرق کشمیش میشه پیدا کرد. عرق سگی پیدا کردیم. آقا عرق سگی. ولی لیکور شراب قرمزش محشر بود. آره یه لیکور شراب قرمز تست کردیم. البته من چون میخوام رانندگی کنم خیلی تست نکردیم، فقط 2 تا دونه تست کردیم، خیلی کوچولو اینقدر. ولی لیکور شراب قرمز رو واقعا من خیلی خوشم اومد. بلوشو من خوردم، بد نبود، یعنی خوشمزه بود دیگه. ولی چون که اول شراب قرمز رو لیکورشو خوردم، این به چشم نیومد. اون خیلی خوب، خیلی خوشمزه بود. حتما اگه دستتون رسید تست کنید. 100%. چرا قیافه همه فیلسوفا اینجوریه؟ بیشتر شاید معلم دینی کلاسمون. آره نگاه، چیزش هم همراشه، کتابش هم همراشه. آقای بوبا، استاد بوبا در شهر هپنهایم. بوبا یه دونه کارتون داره. من ندیدم. مسخره است. اونجا رو ببین، اون یارو شبیه همین مجسمه نیست؟ خودشه. گردش زمان. نگاه کن تو رو خدا، قشنگ ریشو همه چی شیکمو. آره فقط کارتون خواب شده این دفعه. اومدی که داره کتاب میخونه. نه بابا وسایلش این بغل. ببینیم یکم کتابا رو ببینیم چی ان داستانش. بچه‌ها ما اومدیم، استاد رفت. استاد بوبا برکر رفت. آره این کتابخونه ها تو همه شهرها هست دیگه، یعنی منطقه‌های مختلف میشه. حتی تو شهرهای خیلی کوچیکشون هم هست. من خیلی دیدم اینو. آره کتاب میذارن که اگه دوست داری بری برداری بخونی، اگه دوست داری خوندی بیاری بذاری برای بقیه استفاده کنن. هر کی بخواد میتونه الان این کتابا رو برداره واسه خودش بره بخونه. خیلی کار قشنگه. فکر کنم تو ایران هم میشه این کارو انجام داد. اگه کتابی خوندین و دیگه دوست ندارید داشته باشینش حتما تو کتابخونه‌تون، میتونید بذارید یه گوشه شهر که یکی ببینه ببره، شاید بخونه، روش تاثیر داشته باشه.
خیلی شهر قشنگی. عالی بودش، با این حال که خیلی کوچیکه ولی جاهای خیلی قشنگی داره. بعد همه جا داستانای کوچیک کوچیک نوشته، جذابه. کل چراغای شهر عکس و اینجور چیزا هست. بعد گوشه گوشه شهر تابلوها رو گذاشتن روش، داستانا رو نوشتن، داستانای قدیمی این شهر و محدودا رو. بعد فوق العاده است این ساختمونا و این نمای خیلی قشنگی داره. قدیمی شهرش خیلی خوشگله. اکثر خونه ها و رستوراناش بافت قدیمیه کلا. کلیسا رو نگاه کن، اینو 1070 درستش کردن، یعنی 1000 سال پیش، ولی انگار نه انگار. آره به نظر منم انگار همین 10 سال پیش درستش کردن. خیلی بافتش تمیز و سالم نگه داشته شد. ولی اونجا رو ببین چقدر زنبور هست، میبینی؟ حالا احتمالاً توی اون مجسمه کندوشون رو درست کردن. فکر کنم مثلا رو مجسمه چیز سیاهی هست. آره کندو زدن. وای چقدر زیادن. خیلی جرأت داری برو اونجا؟ ندادش مرسی. بریم توی کلیسا رو ببینیم. فکر میکنم داخلش هم قشنگ باشه این کلیسا، اگه زنبور توش نباشه. این کلید کجاست به نظرت؟ کلید در زیرزمین همین کلیسایی که توش یه عالمه گنجه. یه عالمه گنج کجا؟ رازه. آره ولی کلید میخوره به این کلیسا فکر کنم، انقدر بزرگه. حالا نصفش پشت این درخت قایم شده ولی واقعا کلیسای بزرگی بود. 1700 تا 1904. این کلیسا رو گفتی 1067 ساختنش آره؟ خب رسیدیم به بخش مهیج داستان. داریم میریم دوباره کشف و از این داستانا داشته باشیم، رازهای مخوف پیدا کنیم. قلعه شتارکنبورگ تو شهر هپنهایم. کل شهر یه جورایی زیر پامون قراره باشه و خیلی هیجان دارم برم ببینم، چون واقعا شهر خیلی قشنگی بود. کوچیک ولی قشنگ. الانم بالاییم، شهر زیر پا. دقیقاً برام جذاب ببینم کسایی که توی این قلعه بودن چجوری این شهر زیر پاشون بوده و چه چیزایی رو میدیدن. بریم بزنیم به شراب نابی که میخوردن. وای اصلا این شهره یه جورایی همینجور همه جاش بو شراب میاد، اصلا همه جا درخت انگور تاکستان شنگولی همینجور شهر میدیم. خلاصه که بریم ببینیم تو قلعه چه خبره.
انقدر شلوغه. پر بچه مدرسه‌ایه. من دلم خوش بود دوشنبه است، اول هفته است، اینجا خیلی باید خلوت باشه، میتونیم یه فیلم خیلی خوب بگیریم. ولی از طرف مدرسه اومدن اردو پر کف زمین نشوندنشون دارن همه جا رو بهشون نشون میدن، ولی باحالن دیگه. در و دیوار آویزونن بالا. آره. پنجره مأمور مخصوص تمام درای بسته آلمان رفته دوباره درا رو چک کنه. اینم بسته است. کلاهخود و زرت کو سرباز. شمشیرتو که ازت دزدیدن، کلاهخودتو چی کار کردی؟ جاتون خالی، ما اومدیم گلخونه، سر راه چند تا گلم بگیریم واسه خونه. یه گلای خوشگلی اینجا هست که اصلا نگو. اینا چی هن؟ یه اسم باحالی داره، اینا تو ایران هم زیاد هست. همون اسمش آها. نه ایرانیشو میگم، یه چیز باحالیه. خب دیگه ما رسیدیم به آخر ولاگمون. این هم شهر هپنهایم. خیلی شهر خوشگلی بود، خیلی قشنگ بود. اگه گذرتون این برای خود حتما بیاید تو این شهر، یه چرخی بزنید، شهرهاش هم تست کنید، از هوای بی‌نظیرش هم لذت ببرید. به ما خیلی خوش گذشت. خیلی شهر قشنگی بود، خیلی کیف کردیم. امیدوارم که حال شما با دیدن این ویدیو خوب شده باشه و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. خداحافظ. And to all a good night.